سلام بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی است تقدیم از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی تا 10 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان همراه شما خواهم بود. نگاه به سرخط خبرهای امروز 18 ایون. قاتلی که امکان دارد پرزیدنت ایران شود. در مسکو محدودیت های رفت آمد سخت‌تر کرده می شود. و موضوع ادامه فعالیت رادیوی آزادی در روسیه در ملاقات بایدن و پوتین. در جمهوری اسلامی ایران آوازدهی برای انتخابات رئیس جمهور این کشور این صبح آغاز شد. در انتخابات 4 نامزد برای کرسی حسن روحانی رقابت میکنند، ولی بسیاری ها میگویند ابراهیم رئیسی 60 ساله غالب انتخابات اعلام می شود، چون پیشتر شورای نگهبان به یگان نفر از نامزدهای اصلاح طلب یا معتدلگرا اجازه شرکت در انتخابات را نداد. ابراهیم رئیسی که بسیاری ها او را جایگزین حسن روحانی میدانند، روحانی است که در این قتل دسته‌جمعی هزارها محبوس سیاسی در سالهای 80 عصر گذشته دست دارد. در سالهای 80 عصر 20 رئیسی به حیث دادرس هزارها محبوس سیاسی را به اعدام محکوم کرده است. بعد انقلاب اسلامی سال 1979 او با تعقیب مخالفان مشهور شده به مقام‌های بلند دادگاه ایران پیشبری شد. رئیسی در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 هم از رئیس جمهور معتدل این کشور حسن روحانی شکست خورده بود. شاید از اینجاست که روحانیان محافظه‌کار تمام شرایط را برای پیروزی او فراهم آوردند. ابراهیم رئیسی رهبر حکم قوه قضاییه یا وزارت عدلیه ایران که همچون داوطلب اساسی کرسی پرزیدنتی جمهوری اسلامی در انتخابات 18 ایون به شمار می رود، در یک پیامش گفت که ما نه انگشت فسادکاران بلکه با باز و دستشان را می بریم. بسیاری ها حاکمان روحانی ایران را به آن متهم می کنند که از ثبت نام داوطلب های معتدل و اصلاح طلب خودداری نموده راه را برای پیروزی رئیسی فراهم کردند. انتخابات پرزیدنتی 18 ایون در شرایط تحریم‌های آمریکایی، سرایت سراسری کووید 19 و فشار اقتصادی که باعث نیرومند شدن افکار اعتراضی گردیده است دایر می شود، در حالی که پرزیدنت آمریکا جو بایدن برای احیای سازش هسته‌ای ایران با کشورهای ابرقدرت عالم از سال 2015 هم تلاش دارد. رئیس تقاضا کرده است که تمام تحریم‌ها لغو گردند. با وجود دعوت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران و چهره‌های شناخته این کشور، بسیاری‌ها در ایران گفتند که به آوازدهی نمی روند. در یک نظرخواهی آژانس نظرسنجی دانشجویان ایران همگی 37% مردم دارای حق آوازدهی تصدیق کردند که در رأی‌دهی شرکت می‌ورزند. در مسکو و ولایت آن مقامات به خاطر تشویق ساکنان به گرفتن واکسن علیه کووید 19 لتریه یا خود قرعه کشی اعلان کرده ماشین ها و خانه ها را در بازی گذاشتند. در امریکا برای نفرانی که واکسن میگیرند نوشاکی و شربت بیپول هدیه کرده برای دریافت جایزه های بزرگ مالی نامنویس میشوند. همین گونه در جنوب شرق آسیا شیوه هوسمند کنی مردم را به واکسن گیری پیدا نمودند. گزارش تهیه کرده همکارم شهله گلخواجه را در این باره همراه می‌بینیم. مقامات در سراسر جهان از ضعیف بودن خویشمندی ساکنان به واکسینه‌گیری در تشویشند و بنابراین شیوه‌های گوناگون تشویق را به کار می‌برند. مثلا در 2 شهر جنوب و شرق آسیا از کمک گاو و مرغ‌ها استفاده می‌کنند. ساکن 65 ساله مضافات مایچم بر عوض گوساله آستینش را برای واکسن زنی برزده است. این بهترین تحفه است که من تا حال از مقاماتمون گرفتم. ظاهراً این شیوه ترغیبات مقامات نتیجه می‌دهد. یک هفته بعد از شروع قرعه کشی، مویکوبی ساکنان در این منطقه 50% بالا رفته است. هر یک گاو تقریباً $300 نرخ دارد. دست کشیدن از چنین تحفه کاری آسان نیست. در اندونزیا همسایه باشد برای آنهایی که به گرفتن واکسن راضی میشوند مرغ تقدیم میکنند. کشاورز 67 ساله اسیب سیپودین میگوید تا آخر به بخطر بودن واکسن باوری نداشت. بر علاوه در دهه درباره حلال نبودن آن آوازه ها پخش شده بود، اما به خاطر مرغ راضی شد که این بگیرد. من میترسیدم که بعد گرفتن واکسن در حال میمیرم. با همین سبب من از گرفتن واکسن خودداری میکردم. باز شنیدم که واکسن روغن خوب داشته است. طبق معلومات آخرین تنها 5% ساکنان اندونزیا بر ضد کووید 19 اعم کرده شدند. مقامات امیدوارند که مرغ و چوجه ها در اصلاح این وضع کمک میکنند.
ضمناً تشویق برای گرفتن واکسن در شرایط زیاد می شود که در شهر مسکو پایتخت روسیه گرفتاری به کووید 19 به طور چشم‌رس زیاد شده است. سرگئی سابیانین شهردار مسکو گفته است بیمارخانه‌ها از گرفتاران کووید 19 پر شده است. به گفته سابیانین 5 روز پیش در بیمارخانه‌های مسکو 13000 کت برای گرفتاران وزنین کرونا ویروس آماده شد، اما حالا همه آنها پر شده است. اقتدار بیمارخانه چون کمونارکا در ظرف 2 روز خورده می شود. آن کرونا ویروس نوع چینی که سال گذشته ما با آن مبارزه بردیم امروز تقریبا در مسکو نیست. نوع آن آمده است که زودتر پهن می شود و طاقت کردن با آن دشوار است، گفته است شهردار مسکو. با گفته سرگئی سابیانین امکانات بیمارخانه‌ها برای قبول گرفتاران کووید 19 به آخر نیست و آنها مجبورند که محدودیت‌های سخت‌تر را در مسکو جاری کنند. شهردار مشخصاً از کدام محدودیت نام نبرد، تنها گفته است این چاره‌ها موقتی و سخت خواهند بود. طبق اطلاع ستاد مقابله با کووید 19 روز گذشته در شهر مسکو 6195 حالت نو سرایت به کرونا ویروس آشکار شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ملاقاتش با ولادیمیر پوتین موضوع فشارها بر رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را در روسیه مطرح کرده است. ملاقات بایدن و ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه 16 ایون در ژنو برگزار شد. آمریکا مسکو را متهم می‌کند که با وارد کردن نام رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی به فهرست آژانس‌های خارجی تلاش دارد که این بنگاه خبری را از روسیه بیرون کند. من همچنین توانایی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را برای فعالیت در روسیه و اهمیت آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان را مطرح کردم، افزود جو بایدن ضمن نشست خبری پس از ملاقات با پوتین. خود همان روز دادگاه اروپایی حقوق بشر موافقت کرد که شکایت رادیوی آزادی در مورد برچسب زدن آژانس خارجی را بررسی کند. در نشست جداگانه خبری پس از سامیت ژنو پوتین گفت که جو بایدن مسئله فعالیت رادیوی آزادی را در روسیه با او در میان گذاشته است. پوتین تکرار کرد که چسباندن تمغه آژانس خارجی بر رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی و نستایش وریما در واکنش به عملکرد سال 2017 آمریکا روی دست گرفته شد که شبکه خبری دولتی روسیه با نام راشا تودی را بر اساس قانون ماموران خارجی به حیث آژانس خارجی ثبت نام کرد. این قانون در آمریکا سال 1938 قبول شده. هدف آن پیشگیری از ترغیبات فاشیسم است. آمریکا در سال 2017 پس از آن تصمیم گرفت که خبرگزاری سپوتنیک روسیه و راشا تودی را به حیث آژانس خارجی ثبت نام کند که طبق گزارش‌های استخباراتی این رسانه‌ها در مورد دموکرات آمریکا معلومات نادرست پهن نموده برای تاثیر رساندن بر انتخابات سال 2016 به نفع نامزد جمهوری‌خواه و برنده نهایی دونالد ترامپ عمل کردند. مسکو همواره چنین تلاش‌ها را رد کرده است. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرمان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 18 ایون را فرا می‌گیرد. 18 июни соли 2015 фаъолон гуфтанд шабнам худойдод ва як узви созмоне дар тоҷикистон мамнӯи гурӯҳи 24 бар асоси талаби мақомоти тоҷик дар беларус боздошт шуд. худойдодова 30 сола барои интиқодҳояш аз ҳукумати тоҷикистон тавассути интернет мавриди пайгард буд ва 8 моҳро дар боздоштгоҳи беларус пушти сар кард. 18 июни соли 2008 садҳо сокини шаҳри хорух ба нишони эътироз аз вуруди нирӯҳои қудратӣ ба маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ки баъди як моҷаро миёни додситони вилоят ва фармондеҳи собиқи мухолифин сар зад дар маркази шаҳр гирдӣ ҳамоӣ карданд. мақомот гуфтанд нирӯҳо дар остонаи сафари президент ба минтақа сафарбар шуданд, вале фаъолони маҳаллӣ инро талоши саркӯбии мухолифон ва тарсондани мардум номиданд. буҳрон баъди чанд ҳафта ва музокираҳо аз байн рафт. 18 июни соли 2012 гурӯҳи 8 нафараи пиёдагарди зоирони тоҷик дар балх бо раҳбари ин вилоят ато муҳаммад нур мулоқот кард. абдулазиз раҷабов маъруф бо номи ҳоҷи пиёда аз соли 2006 ба ин тараф танҳо ва ҳам дар раҳбарии гурӯҳ ба ҳаҷ ва дидани дигар нуқтаҳои ҷаҳон меравад. дар сафарҳояш талош мекунад бо маъруфтарин чеҳраҳои он кишварҳо ҳам дидор кунад. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 18 ایون چنین اعلان کرده است.
بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی بود با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. تشکر که تا آخر برنامه ما رو همراهی کردید و منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. تا هفته نو در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.